سلام خاله چه خیلی سازی کجا میره کجا میره دوشنبه کجا میره سلام علیکم دوستو عزیز. یک لطیفه روز مؤلفش برادر از موجود خورشید دم خیلس کیلومی شپلاق انا افندی را بپرسن که افندی خیلی سلام علیکم افندی میگه و علیکم بر سلام. بعد میگنش که افندی یک سوالت میتونم اگر دونستی جمع میکنم یک $50 کت میتونم. افندی خوشتان میشه میگه سوال بوده فرق ندارم ما همه سوال ده آماده که جواب بدیم. بعد میگه گپ نیست همین گپ بزن افندی که همین BMW X5 زوره یا که BMW X6 افندی فکر میگه با خدا قسم ماتماتیک در زوم نیستم یگون سوال های تاریخ بده تاریخ خوب میدونم. یک مردک بیرون قشلاق ششتگی یکی میبینه که یک تابوت برده است و قفای همون تابوت یک 700 نفر آدم همین جنازه کنار رفته استند. بعد پیش همین مردم یک تکم رفته استند ببینه حیران میشه. بعد این مردک میداو در درون همون جنازه کنار بین مردم هم همون جنازه در قطعی میشه میروه خلاص گپ او انا میت دفن میکنن. خلاص گپ بعد میگم صاحب مرده کیه؟ بعد میگه اون مردک شتگی صاحب مرده. بعد میره میگه سلام علیکم اکا میگه سلام علیکم میگه صاحب مرده شما میگه آ بچه ما. بعد میگه کاکا این کی بود بندگی کرد؟ میگه خشتمان بود اکا خشتمان بود بسیار انسانی خوب بود خشتمان بود. میگه خیر خداوند جاش جنت بگردونه. میگه همه شفا میدم همین تکه پیش نفهمیدم همین تکه شکه چی معنا داره؟ بعد میگه که همین تکه همین خشتمان مزد خشتمان مرد. بعد این مردک میگه هی میبخشه که نمیشه همین تکه تا 3 روز بده آرنده بودی. بعد صاحب مرده میگه برای گوشه میجا همین 700 نفری که میبینی همش به خاطر همین تکه میجا آمدگیان. اکایلوم کجا رفته سای؟ سلام علیکم. اما اکای تصویر زنزه سروشنا گفتی مقصد اون بیای قد کریم را بگیره کریم نه اومده باید اکای تشویقات یک جبره خوب کجا در اکای تصویر نیست نکن؟ اکای کریم سوزی اکای تصویر سوزی چوه کنه اکای تصویر مکتوب شوخی نکردی یک لطیفه روز یک مردک ونجی در ون زندگی میکنه بسیار مردک به هنر بوده. یک روز دعوت میکنه مهمونا از شهر از چند جاها آدمای رفیقایی که بسیار آدمای کتا آدمای وظیفه دار دعوت میکنن ونج میان تماشا میکنن با سر یک گوسفند میخرن صحبت کرده چخ کرده. بعد آدمای دارنده آدمای وظیفه دار بعد طرفی اون ونجی برادرش میگه که ای مرک این ما از سری وظیفه داریم یگانجا در رئیس جماعت های یکی یگانجا در رئیس کلخوز های یگانجا در رئیس نوحیه. اگر ما تو را بمونیم کورکا میتونی عین حال همین کارای دستی ما میآید همین وظیفه در یگانجا در بمونیم اخلا رئیس نوحیه کورکا دا میتونی. این مرده ونجی یک طرفش نگاه میکنه بعد میگه بای چی را نمیتونم منم و رنگ شما کار سنی پیش نبسینی قفا بیرن میتونم. در کانال وستن میدیا پادکست کنید به نزدیک هم فیلم هم سنجه های نوی گروه غریب شو کمپین رو تماشا کنید و حلاوت برید. خیلی دوستان عزیز گفتم عبدالجبار عظیم ماشین کردن نمیتونه خیلی خون یاد گرفت برادر عزیزم زنده باشی عبدالجبار عظیم خیلی آدم خداداد انسان آدم خوبه مبارک باشه عبدالجبار عظیم یا برادر یک خیلی که برات زنده باشی زمین پیش تنی دکتر سلام دوستان عزیز. اینا ما در
خوجابی گرم در زمستان تاجیکستان که مثل زمستان سیبیر انا که وقتی قدر خنک با دوای تازه زمین انا پر از برف راحتی جان با زمین هم فایده با مردم دیخان هم فایده خیلی مبارک باشد این سفیدی ها همه میگفتن برف نیست انا برف و من برف و بار دیگر فکر میکنم که این برابر همه سفیدیاش با فیض و برکت هم دارد برادر ونجی بیا بله بسیار دههای زیبا اکنون ما با برف عادت کردیم ما برای ما یکم بار نیست چند وقت که هست که در ناحیه نیستیم ما این برف با خرسان شدیم مبارک باشه برای همه مردم تاجیکستان این برف تاجیکستان بخش جمعخون داون بیو سلام دوستان عزیز ما در کلوب هستیم در کلوب بوستانی این برادر عبد خلیل با تخلص جیگری انا یک موسیقی مینوازه که آدم راحت میکنه این موسیقی رو باید با سیتار بنوازی میگی برادر عبد خلیل با گیتار بسیار خوب مینوازه برای بعد عبد خلیل یک موسیقی سلام علیکم امروز امروز کریم جان امروز برادرم اکید هم جان اینا پدر عزیزم اینا دیگه صحبت خشور گفته حالا امروز اومدیم پدر قدی خیلی صحبت کردیم چخ کردیم اینا الهام میگه که اکید تشریف اوتاد رنگ بلوگرو شده حتی داپته یا پادپیس پروردگار در هر قبله هم نگهبان بود. آمین. پروردگار اولش همی که امام گدام نگرد. دیگرش همی که پروردگار کسلی بود لاغری خیس و تبار آل اقربا و فرزندامون نبینه. پروردگار مراد مقصد نواصل بگردونی از امام گدام نگرد. الله اکبر. سلامت باشین. شما برادر زنده بود. سلام برادر عزیز. حالا ما در نویه عبدالرحمن جامی هستیم. حالا در یک دریا گفتن که هم خیلی خبر آمد که اگر تشریف در آنجا کیت اومدگی های در حوزده اومده میگه ما کتاب بگیریم بریم کیت کلام بوده بعد جا نه وقت چی کردم یک فرمک شدم وکر
فیلما که شدم یک 5000 مرغ آوردم. اینا فیلما خیلی گیرم 5000 مرغ. این فیلما خیلی این مرغا دا مهنت کردیم. خیلی که کتا گرفتم بعد با چق چق میکنیم. طرف زیری چه سوته ای بندگه که تاشتیم موی گرفته لانتونا. برادران عزیز مهنت کنی اکا میشوم. ایسی نگاه کن موی. انا برادر امو کتی گفتگی میام. این امو کتی گفتگی ما. انا کتی گفتگی قبیل. چیز میفوره دیگه. با میگه که موی گرفته نمیتونی. انا ایسی نگاه کن انا دوستان عزیز موی گیریم و سرشید با چند موی گیریم میگیریم با شما دا نشون بده که ببینیم ما چه خیلی زود موی میگیریم. این که در لاس وگاسی دهنه کلوم اینا چورا یا بقا خریدیم برای قربانی را ببریم قربانیش بکریم در عید قربان. باش باش سلام دوستان عزیز. این حال ما طرف ولایت سوخت شهر خوجند سفر داریم همون اهل دوستا برادرها. انا خوشبختانه امروز اکه بختیار برادر عزیز ما رو انا برده ایستاده است در سر چنبرکی بوشی. زنده باش اکه بختیار مبارک. بوشی است برو بابا. برو میشه. الو رسیدیم خدا خادم خوجند میرسیم. تشریف ابوجبور اونجا مایل گای بسیار از آن خوب است. که وقتی لبه هم برات رحمت ابوجبور خیلی با شرافت شما. ما هم در برای یاد گرفتیم مشتره که دیگه نمیتونه نمیگه. خدا خدا نمیتونه شوی کده که وقتی شوی میکنه. بله دوست. خوشبخت میکنه. من سیگنال تکو. ها؟ سیگنال تکو. ما سربازان بننگ و ناموسی ملت آماده هستیم که مرز تاجیکستان را حمایت کنیم. تاجیکستان